ای فرزندای عزیز، نفرانی که زیاد از امیای استفاده میبرین، رحم بر جان خود، رحم بر پدر و مادران، رحم بر زن و فرزندان خود کنین. نو یک نو را تماشا کردم، یک بچه تاجیکی خمون از زمین انرژتیکو پردازروف کشیده است، مرده است در روسیه. آیا پدر و مادر اما امر انتظار است؟ ولی بعضی ها خیال میکنن که ما خیب میکنم. شخصا من بیزارم از خیب. من از می نوارهام خدا شاهد است، یکم تنگه من نمیگیرم. مهم در نزد خدا، در نزد وجدانم، در نزد کسبم پاک باشم که همین چیزا من دانستم به هموطنان خودم، به برادرای خودم رساندم. مهم همین است. مهم راضیگی پروردگار است. من صدقاً میگم شما را، این یا زهر هستم برای شما. تمام نمودهای خیمیکات ها در داخل همین است. اما تبلیت مندله و نیمش در داخل همین است. برادرای عزیز، شما نخواهید قدر ظلم میقر جبر بختون با فرزندتون با زنتون کن. این کار دل شما را زیاد میکند، رگهای خونگرد شما را تنگ میکند. یک بار دلتون از کار میماند، شما را آیسته با عصب خستگی با ویران شوی اویلتون آورده میرساند. شما بعضیتون ببینید به همین عادت کردگین. آدم با آبی خوب، با آبی که برای ارگانیسم فایده‌ناک است، با او عادت نمیکند. شما همین را درک میکنید یا نه؟ یا که کلیانایی که میکشین، او کلیانای شما یک زهر است. پرده های لوبی شوشای شما، راههای نفس شما را غوص کرده. همون گازی کربن از خون برآوردن، اکسیژن از الویول ها به خون درآوردن مشکل میکند. دیوال ها، کبد های همون شوشای شما را که غوص میکند، یا کیسترار نمیره، سردردی، سرچرخزنی، بیماری های رگ و ماسا میکنه شما را. شما نخواه همین را درک نکنین. مخصوصا بچه‌ای که تاکسی است کار میکنین، بچه‌ای که در سر کامپیوتر خیلی زیاد میشنن، جوان‌ها 8 ساعت 10 ساعت 7-8 پول پدر تمور، اگه یک تا همین 13 سامان 12 سامان میستد. پدر و مادرای عزیز، پولای شما را فرزنداتون دارن همین از خود میکنن. با خدا باقی در امان خدا باشین. خدا نگهبان شما باشد.